ببخشید من میشه جواب بدم؟ گلزاره. میخواین شما بشنوین چی میگه؟ الان کاری احتمالاً جالب میشه. الو سلام. سلام، چطوری؟ خوبی؟ ببین من سر پروژه فیلم برداری ام، گوشیمم سایلنت نکرده بودم. میخوای چیز کنیم؟ صحبت کنیم. فیلم برداری راجع به خوراکی مورد علاقمه، اگه جزء کاتگوری خوراکی باشه. تو این حدس بزنی؟ ماکارونی نیست. بعدیش چیه؟ بگو، تو میتونی، باهوشی. قهوه. آفرین. من مریم خسروی، کاپیتان فضاپیمای نوآوری‌ام. معمولا خودم رو اینجوری معرفی میکنم چون بیزینسیه که دارمش و عاشقشم. یعنی کل زندگی کاری و درسی من که معمولا یه جوون ایرانی وابسته به کار و درسشه توی این سن و سالا ادامه پیدا کرد و رسید به فضاپیمای نوآوری. واسه همین خودم رو اینجوری معرفی میکنم. یکی از کاپیتانای فضاپیما هم یک کوفاندر خیلی خوب دارم به اسم گلزار حیدری که دوست دبیرستانمه و اینکه الان جایی که هستم و با این دوست صمیمی که الان کوفاندرمه هستم. فضاپیمای نوآوری یه آژانس برندینگ و مارکتینگ، من فارسی بخوام بگم برندینگ و بازاریابیه که هدف اصلیش کمک کردن به استارتاپ‌ها که بتونن زنده بمونن و حالا به همه بیزینس‌ها، به همه کسب و کارها خدمات هم میده در این کنسپت. موقعی که کار خودمون رو شروع کردیم آرزومون این بودش که دفتر خودمون رو داشته باشیم، بتونیم بشینیم کار بکنیم کنار هم دیگه با گلزار. و اینکه تو تهران اجاره کردن یه دفتر خیلی انرژی و پول میخواد. اینطوری کردیم که با خودمون چیکار کنیم؟ بریم کافه گردی، بریم توی کافه بشینیم. تازه مد شده بود که پریزو میذاشتن بغل میزا بشینیم کار بکنیم و قهوه سفارش بدیم. قهوه‌مون رو سفارش میدادیم، کار میکردیم، قهوه بیشتر سفارش میدادیم، بیشتر انرژی میگرفتیم، بیشتر کار میکردیم که الان رسیدیم به اینجا. جلسه های 8 صبح اون سر تهران میری، مثلا میشینی 1-2 ساعت تو راه تو ترافیک بودی، اون لحظه کارفرمات مشتریت بهت میگه که میخوای یه قهوه بخوری، بعد همه تو جلسه میگن آره، بعد هر کی قهوه مورد علاقه خودش رو سفارش میده و اونجایی که میگی چقدر من عاشق کارمم، چقدر خوبه، همون قهوه رو میگیرین و همون قهوه باعث میشه که احساس کنی که با بقیه یه آشنایی داری، میتونی اصلا صحبت رو شروع کنی، با اون قهوه سر صحبت رو باز کنی. من واقعا این لحظه ها رو دوست دارم. قهوه برای من مثل سوخت برای فضاپیما. اگه قرار باشه که یه فضاپیما بتونه دور کهکشان راه شیری بچرخه، بتونه بره موجودات باحال رو ببینه، بتونه سفرش ادامه دار باشه، باید اصلا سوخت داشته باشه. مشکل اصلی بشر فکر کنم الان واسه ادامه دار کردن کاوشش اصلا اون سوخت است. ولی من قهوه رو دارم. این مشکل رو برای خودم حل کردم، میتونم یه عالمه کار کنم، یه عالمه خوش بگذرونم، زندگی کنم با قهوه. قبلا منو به پاتر هد بودن میشناختن، یعنی عاشق هری پاتر بودم. الان منو به کافی هد میشناسن، یعنی انقدر قهوه دوست دارم. اصلا فکر کنم کلمه‌ش هم از خودم اختراع کردم. الان اونقدری که من حتی قاب گوشیمم مرتبط با قهوه است که استارباکس. واقعا دوست دارم یه بار بتونم برم استارباکس بشینم اونجا کار بکنم، معاشرت بکنم با آدمایی که دوست دارم و همین.
قهوه رو راستش دوست دارم با همه آدما بخورم، یعنی بیشتر، ولی دوست دارم با آدمای جدیدی که دارم آشنا میشم، چه توی کار چه حالا قرار باشه که دوستم باشن، دوست دارم که مثلا اولین صحبتمون حین خوردن قهوه باشه، به خاطر اینکه میدونی چیزی که تو قهوه خیلی مهمه اون انتظاریه که بهت میده، اون سرد شدنه که همزمان میتونی بوش بکنی، منتظری که به اون درجه دلخواه دماش برسه و این باعث میشه که فرصت حرف زدن پیش بیاد. من واقعا توی این لحظه احساس میکنم که میشه با آدم آشنا شد، میشه یک قرارداد رو بست، میشه راجع به پروژه مهم صحبت کرد و خب ترجیح میدم که تو فضای باز هم باشه دیگه. موقعی که وایسادی احتمالاً تکیه دادی، هر کی تو اون حالتیه که دوست داره خود واقعیشه و منتظری که طبیعت این قهوه رو به اون دمای مطلوب برسونه، اون انتظار قشنگه، اون بوه قشنگ، خوشبوه. من خیلی دوست دارم واقعا. آخر همه جمله هم گفتم دوست دارم چون واقعا همشون رو دوست دارم این لحظه ها رو.